وای همیونی منه. نه این همیونی منه. وای همیونی منه. ایستو. Aka, iltimos isini goka. Aka. Hamu pulho batı çidar koray. Ta hamaşa Arap mehri. نه عراقی رو میپرتو زندگی نو سر میکنو Tu zindagi navro sar namekini. Man medonum tu zindagi navro sar namekini. Hamma ashro, hamma pulhoro Araq zada mehri. Tu sar namekini. Tu az hamin ovra gardiyat dast namekashi. دست نمیکشی. من باید برای پسرم ولسیپد برای خودم تلفن بخرم. من نوشیدن رو میپرتویم با کار میدرویم زن میگیرم رو تسیو که تو زن بگیری گوش کن تو زن نمیگیری گوش کن خواهش میکنم التماس همه پول ها رو با من ده خواهش میکنم من در کار اوخی تو یک مجزده ای همه این پول ها رو مینوشی من باشم برای منفیت خودم استفاده میبرم هی همیان رو ده نباشد همین جارب رو در سرت مایده میکنم همیان رو ته میگویم همیان رو ته میگیری و دلتر انا با تو نمیدهی؟ میلش نباشد من تو را فرامدن نمیمانم حاضر من میلیسه رو فرد میکنم اکا میدونی من با این پول کی رو میخرم چکار میکنی؟ در کار شود تو رو میخرم از دستی تو هیچ چیز نمی آید یکم کار نمی آید من پارخور نیستم فهمیدی؟ این خد باشد با جاروبت رقص کرده گرد من تو بریم داخل اخلاص جای ها نمیگردم فهمیدی؟ ممکن تو راست میگویی تو آیله دار هستی پول را برای آیله صرف میکنی با خدا که من وعده میدهم که تا تنگه آخرین برای زن و فرزندانم صرف میکنم مایلش من همیون رو به تو میدهم فقط التماس از درخت دورتر روی مایلش من رفتم من حاضر دختر میستم برادر ایستو باز با تو چی در کار؟ من فکر میکنم که همین پول برای تو ضرورتر است تو زندگی نو رو سر کن ما خدا با شکر نان خوردن داریم من که بیکار نیستم نه برادر سون با تو ضرورتر است من هیچ کس ندارم خودم تکی تنها زندگی میکنم تو باشی زن و فرزند داری نه برادر تو باید از این زندگی وزنین برایی تو هم حق زندگی کردن داری برای من به یک نفری درمانده کمک کردن کاری ثواب است
خیر جزیک نشه تقدیر همین بود است خدا بزرگ است اکا جان دگان جای کار برای ما هم یافت نمیشود در اینجا کار؟ خیر من با سردار صحبت میکنم اگر یگان جای کار باشد کو حتما تو رو میگیرم تو خبر گرفته ایست البته پگاه خبر میگیرم اکا مایلش تو خود رو احتیاط کن خوب شده است در امانی خدا در امانی خدا مایلش دختر تو چی کار کردی؟ زود فرا او رو با بیمارخانه بردن در کار زود فرا چی گفتی؟ احمد جان زیر کردی دختر ما رو نگاه کن چرا نشسته زود باش او رو با بیمارخانه بردن در کار زود باش سلام عزیزم خوب هستی؟ چرا با وایبر یا ایمو زنگ ندادی؟ وایبر ایمو رو مان جانم من خوب هستم من یک نفر رو زدم چی؟ آدم رو زدی؟ من به تو چند بار گفتم که ماشین رو آهسته ران دیدی عاقبتی گوش نکردنت را او زنده است یا مرده؟ نه نفس میکشد به فکرم که زنده است تو با من بگو که من اینو با بیمارخانه برم نه تو عقلت را خورده ای اگر به بیمارخانه بری باز یک مشکلی دیگر به سر ما بار میکنی او رو راست به خانه بر من با یک دکتر شناس زنگ میزنم او آمده در خانه معالجه میکند به هیچ کس گپ نزن فهمیدی خوب جانم کاش که در برم میبودی من خودم تنها چی کار میکنم همه‌اش نقد میشود گفتم را اجرا کن دختر تو ما را کجا آوردی؟ او اینجا با بیمارخانه مانند نیست امک جان التماس من حاضر تلفنی با شوهرم صحبت کردم آن کس باشد گفتن که شما را با بیمارخانه نبرم چون که من نمیخواهم با محبس نشینم امک جان التماس میکنم شما را هر خواهشی که دارید من با جان و دل اجرا میکنم التماس مرا فهمید دادا جان قیمه در میلیک میخرین دادا جان قیمه در میلیک میخرین خار جان مالش من روزی تشکر امک جان
خواهر جان کاری من تمام شده من باید روم التماس امد جان مرا با این کس در اینجا پرتوفته نروید من میترسم آخر چی من اگر به خانه نروم زن و فرزندم تنها هستند آنها خواطر میشوند حتی تلفنم ندارم که به آنها زنگ زنم گویم که از ناآمدن من خواطر نشوند امد جان التماس میتوانید موبیلی مرا گرفته به خانواده‌تان زنگ زنید خواطر نشوند گیرید چرا زنگ نزدی؟ من فراموش کردم گویم که آخر همسرم هم تلفن ندارد امد جان التماس یگان علاجش را یابید ای خدا تلفن را به من ده الو الو لابای شما رو گوش میکنم سلام علیکم همسایه و علیکم بر سلام من پدری دلیر کدام دلیر همسایه روبرویتون شناختم تینجی هست همسایه در این بی وقت شب تینجی فقط از شما التماس دارم که رفته به خانواده من گویید که من امشب آمده نمیتوانم بگذار خواطر نشوند خوب شده است همسایه میرسونم رحمت همسایه جان رحمت هیچ گپ نیست عذر برای تشویشی به وقتیم خیر خوب مرحمت تشکرم امد جان وقتی خوراک شام هم گذشت و آشخانه رویم من به شما خوراک شام تیار میکنم مرحمت خوب رحمت مرحمت شما اینجا گذشته شین رحمت شما اگه چه خورده بستین من ناظر سلام جانم به خانه آوردی؟ بله به خانه آوردم به ماشین هیچ چیز نشده است؟ نه به ماشین هیچ چیز نشده است تو لیکن چی گپ؟ این گپ زن هفته هشت نکن شفتالوی گپ را زن و به مثل آوارگرد میتواد آوارگرد؟ آخر آوارگرد باشد چرا در همونجا نپرتافتی و نگریختی؟ او رو به خانه نمی آوردی؟ آخر همراه او یک نفر دیگر بود یک راهرو بود او کس با ما تا خانه یاردم کرد همراه ما تا خانه آمد و خودش تنها نبود ایستا آزیر
من با تو چی شد؟ تو چی گریه میکنی؟ گریه را بس کن. راهروب در کجاست؟ مردی راهروب در آشخانه است. آواره باشد در خانه خواب درختی خوابمان بهوش و بیاد خواب است. چی؟ در بالای تخت ما؟ تو چگونه آنها را با لباس بویگین و چیرکون افلاسشان در روی تخت جای دادی؟ تو در سرت عقل داری یا که نه؟ من به دکتر چند مراتب زنگ زدم. تلفنش جواب نمیدهد. رقمهایش را حاضر به تو میفرستم. به او صبح بر وقت زنگ زده گوی بیاید. فهمیدی؟ فهمیدم. همش رو فهمیدم. وای دکتری همه کار است. همه درد را خوب معالجه میکند. فهما؟ همی که آواره‌گرد به پای خیست به دستش یگان سمده و از خانه رانش گوی که راه خانه را فراموش کند. خب عزیزم حاضر در را به رویشان محکم کن و به خانه مادرت رفت. فهمیدی؟ بله خودم هم در همین فکر هستم که از بالایشان در رو محکم کرده شب به خانه مادرم رفته ایستم. خیر اینجا کار بسیار. خب مایلش نغز مونید احتیاط کنید. بخشش قد شوهرم صحبت کرده ایستاده بودم خوراک شما تماما فراموش کردم. باز به شما میدونم. خواهرم من پنیر رو آسیب خوردم شکمم سیر شد. تشکر لازم نیست. هیچ گپ نه یک لحظه لازم است. مرحمت امک. گیرید شرم نکنین. من حاضر با شوهرم تلفنی صحبت نمودم. وای به من رقم یک تلفن دکتر شناسش رو داد و خدا خواسته باشه سحر بر وقت من رفته دکتر رو به اینجا میارم. آواره‌گرد رو 2-3 روز در همینجا توبت میکند و من میخواهم که تا آواره‌گرد به هوش آمدن دوستی شما از اینجا نروید. خواهرم ما رفیق نیستیم. وی هر روز به نزد کارخانه ما می آمد. آدمان خیرخواه با او هر چیز می دیند و با همین زندگیش رو می گذراند. ما فقط شناس هستیم. او بسیار آدم خوب است. خواهرم شما پدر و مادر دارید؟ پدرم رو در یاد ندارم. شکر خدا که مادرم در قید حیات هستم و از روی نقل مادرم وقتی من خرد بودم 2 ساله بودم پدرم با یک زن دیگر عاشق می شود و ما رو پرتافته می رود. من می خواهم که پدرم یک بار مرا دختر گفته آغوش گیرد. من الکی او رو بخشیدم. دخترم شما زیغ نشوید. از تقدیر جای گریز نیست. به تقدیر تن دادن در کار. اگر بسیار خواهش داشته باشی انشالله با آرزوی پدرت میرسی. من به خونه مادرم میروم. شب در آنجا میمونم. فردا صبح بر وقت
دخترا گرفته به اینجا میاییم. مایلش خالم. میگم که تا پگاه به این یگان حادثه نمیشده باشد. نفسش سوزه. انشالله سوزه. خدا را شکر. خدا را شکر. من از این میایم. مایلش. من میروم. در درون جوان باشد. کرپا و بالشت است. شما براحت باشید. من به شما باور دارم. خوبی که برای من کردیم من همش را جبران میکنم. رحمت سلامت باشید.